خب یه چیز جالبی علی رفیق من کرمانشاه اومده میخواست بیاد نمایشگاه طلا. ما گفتیم چقدر خوب، شاید اولین ولاگ ما اصلا این باشه توی کن. بابا نگاه کن علی. سلام علی مونه مسعودشون گرفتین یه طور. حالا تو چیز جالب دیدم بهتون میگم. علنگوها رو اینجوری میزنم، این میچرخه، این هم اینجوری میچرخه، اونم داره میچرخه و دستگاه CNC. ببین خیلی وقتا هست که ما فکر میکنیم مثلا این علنگوهایی که میزنن اینا رو مثلا همشون دستی و ایناست. بابا نه، خب البته شاید من فقط اینجوری فکر کنم، بقیه‌تون اینجوری فکر نمی‌کنید، ولی اینجوریه که این دستگاه بکن چند نفره HGX، یعنی هم میچرخه، هم اینجوری میچرخه، هم خود اون یارو داره میچرخه، خود اون ارتفاعش هم که بالا و پایین میره، جلو و عقب هم میاد. این باعث میشه که شما یه طرح توی اتوکد بهش میدید، بعد میبریش توی یه نرم افزاری به نام آرتکم جی کدش میکنه. جی کد چیه؟ جی کد یعنی اون کدی که برای دستگاه CNC قابل خوندنه. بعد از اینکه دادش به اونجا دیگه میزش برات علنگو بهت میده با هر طرحی که خواستی. اطلاعات بیشتر با ما. Oh my god. خب ببین حالا یه چیزی، اون علنگویی که اول میاد روی دستگاه اونو چجوری درست میکنن؟ این خیلی مهمه. اون دستگاه چیه؟ الان بهتون دستگاه رو نشون میدم. بذار ببین اینجا هم ضخامتش مشخص میشه. اینجا رو نگاه کن، میتونی توی ابعاد مختلف بزنی. نگاه کن اینجا رو. نگاه کن اینو. بعد میاد دیدین لبه های علنگوها رو دیدین که دیگه برگرده که چیز نباشه، اینو این دستگاه انجام میده. اینا انجام میدن. نگاه کن. جالبه برا من نه، ولی فکر کنم جالبه. این دستگاهی که میخوام بهتون نشون برق داره. برق گرفته؟ بدنم خیلی چیز داره. چی داره؟ نه این چی داره؟ بدنه چی داره؟ خیلی دوست دارم بدونم بدنه چی داره علی. بار الکتریکی داره بدن علی. بار الکتریکی داره. بار مالشی داره. خب اوکی. یک سال. آقا ببخشید من خیلی دیدم. میخوام ببینم که این داخل اینجا طلا رو میذاره؟ نه اونه. از اینجا میذارین؟ خب دیگه اینا میذارن داخل سرا رو توی این میریزن. آها خب. به صورت القایی یعنی بدون هیچ آتیش و هیچ حرارتی، القایی با برقه. با برق نچه میشه. طلا فروشیمون نشه؟ به نظرم باید طلا فروشیمون نشه. اینا واسه آبکاری طلاست؟ دستگاه اولترا. اینا چیه؟ اصلا وسیله‌های مومو. مومو ایناست. از ساخت طلا و انگشتر. اینا علی چیه اینا؟ اینا باری مثلا طلا رو میخوای عیار کنی. آها اینا ناخالصیاییه که میتونی بهش اضافه کنی. جالبه. اینا وسیله آزمایشگاهیشه. اینا هم کوره است. آره بگو آره تو. آره مرسی. اینا کوره است بچه‌ها مثلا که. نه میذارم اینا رو، مطمئن باشین میذارم. آقا این سکه ها رو که میبینین، سکه پارسیان و اینا رو اینا میزنن این دستگاه ها. پرس
مخصوص سکه پارسیان و سکه‌هایی که اینجور ممارک خودمون هم بزنیم. بیا اینجا بپرس. با برند خودت میتونی بزنی اینا رو؟ با برند خودمون میخوام صحبت کنم. امیدوارم که اینجای ویدیو صدا داشته باشه علی. بله بله. تو همجوری صدات محوه. اینا کسی نیست توضیح بده. کیا؟ چرا این آقایون هستن دیگه؟ زنجیرم میگن اینا رو پرس میکنن. آها فکر کنم فهمیدم. من تقریبا مطمئنم براتون اهمیت اصلا نداره، ولی چیز ضرب سکه کاملا با این اتفاق، با این دستگاه اتفاق میفته. نگاه کن الان نشونه یه مدل کار سلام کی میتونیم هماهنگ کنیم برای خیلی جالبه که یه چیز خیلی مهمی که توی کارگاه‌های طلاسازی وجود داره اینه که شما باید دستاتو جایی بشوری که فیلتر داشته باشه و همون گرد طلایی که به دستت، حالا هم اینا دستشو داره هم پاشو را، اینا هم نگاه پاشو هم داره، حتی اینا رو از توی فیلترها در میارن و دوباره ذوب میکنن و نمیذارن که دو سوتش هم از بین بره. خیلی جالبه. اصلا هم جالب نیست. چرا جالب؟ یه چیزی فهمیدم، یه خورده برگام یه لحظه ریخت. این یه دستگاه هست، حالا اینجا بهتون نشون میدم. ورقو به ضخامت 0.02 میلیمتر تبدیل میکنه. اینه. برای پارسیان، برای پلاک پارسیان و اینا، اون ورق طلا رو باید بکنیم 0.02 میلیمتر ضخامتشو، یعنی نصف ضخامت مون از اینا که من ندارم. بعد اونو حالت پرس ببری، حالا یا با لیزر ببری حالا یا با پرس. خیلی باحاله. اینا برای آبکاریه اینا. بعد چیه؟ اینا مال آبکاریه. خیلی دوست داشتم که الان این ویدیو مثلا از این آهنگا باشه دید 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 حالا یا بزن، یعنی مثلا مشت زدی شکسته. خواهش میکنم علی، خواهش کردم علی علی الان تو وضعیتیه که همه چی تکراریه، خب من نمیدونم کار درستیه که برای تو فیلم بگیرم یا نه، ولی من میگیرم. اولین ولاگمه. نمیدونم دارن چی میگن، ولی این داره بهش میگه دوبلش کنم. این دستگاهی که ما داریم خیلی بهتر از بقیه دستگاه هایی که اونا ندارن. دستگاه های ما از داشته های ما بهتره. مثلا نگاه کن، دستگاه ما هوا را میکشه، داره میچرخه. قسمت مورد علاقه ما پیدا کردم. چاپکر سبودی جان، نگاه کن. یا خدا، دقت رو نگاه. حاجی خیلی دقتشون بود. برقایم نگاه کن. اینجوری مدل علنگوها رو میزنه، مثلا مدل اون ترکی داره رو میزنه، میتونه ارائه بده. چقدر خوبه حاجی، دلم خواست. بچه این علیه، بعد علی خیلی خوبه. علی هر چقدر شما برید تاب بخوری برگردی میبینی که هنوز پیش همون قرفه‌ایه که همون که ازش جدا شدی. یکی از هر کسی یعنی توی زندگیش از این علیا نیاز داره. داره مغازه‌شو به این بنده خدا نشون میده. عاشق لهجه‌شم، عاشقشم. یعنی چیزی نیست که برای نمایش گذاشته باشن که
عموم بتونن ازش لذت ببرن. البته اگر خانوم داری و یعنی اگر زن داری قطعا دوست داره که اینجا گردشی با هم داشته باشیم، چون فکر میکنه که نمایشگاه طلا حتما توش پر علنگو و ایناست، ولی نیست. قضیه جالب شد. اون پینیتر سه‌بعدیه که یاد شریفتون هست، قضیهش اینجوریه که یه رزینیه که هر لیترش $200 میذارن تو این دستگاه ها. بعد شما یک طرح بسیار پیچیده، مثل همونایی که به شما نشون دادم، الان نشونت بدم دوباره، مثلا مثل اینا، نگاه کن چقدر دقتش خیلی بالاست. خب به خاطر همینم هست که خیلی گرونه، چون که اصلا شکنندگی نداره، خیلی دقت بالایی رو میتونه برای اجرا بهتون بده. میاد چی کار میکنه؟ میاد اینو پرینت سه‌بعدی میکنی، بعد میذاریش سریشون میکنی، مثلا 10 تا 20 ازش میذاری، یه جوری که راه نفوذ به هم دیگه داشته باشن. این خیلی مهمه. بعد میاد چی کار میکنی؟ اینو گچ میریزن دورش، میبرنش توی کوره، 800 درجه حرارت بهش میدن، 890 درجه حرارت بهش میدن. این رزین کامل آب میشه و از کل قالب خارج میشه. خب ولی خب گچه سر جاش میمونه و شما یک قالب گچیه خیلی خوب دارید با دقت بسیار بالا. حالا میایین اینو ریخته‌گری میکنید، این میشه قالب ریخته‌گری شما. شما طلا رو آب میکنید و داخل این قالب میزنید. وقتی که باز میکنید دیگه حالا دیگه پولیش دادنش، آبکاری کردنش و اینا رو انجام میدید دیگه. شما علنگو یا حالا هر طرح دیگه انگشتر یا هر چیزی که هست و با بهترین کیفیت ممکن دارید و میتونید به تعداد تولید کنید. به به، دستگاه لیزر، دستگاهی که من در موردش خیلی لامپر نه لیزر فایبر. خب نه اسم چیزشه دیگه، اون که یه چیز دیگه است. علی جان نگاه کن، این دستگاه هم برش میزنه هم هک میزنه. نگاه کن الان هک زده اینجا. دستگاه جرمگیری طلا با صدای بسیار زیاد، صدا کماش ارزون تره. این علیه بچه ها، علی. این هم دستگاه برش و اینو گفته بودیم یه بار دیگه، حالا در موردش تو بود. بله بله حتما. دیدین اینا رو چقدر جالب سه‌بعدی زده. اینو با این دستگاه زده، البته با لیزرش. این CNC شه که داره الان انجام میده، این CNC شه، ولی این یکی، این که الان اینجا میبینید، این مال لیزرشه. هم CNC داره هم لیزر. این محوری هم که اینجا میبینید این برای علنگو و نمیدونم انگشتر و اینا همش میشه انجام. این تولیداتشونه. نگاه کنین این سبکی میتونه براتون تولید کنه. بعد ممیز بعد ممیز همین مدل داره. حالا اینجا نداره. نه اصلیشو بخواید میشه GF 300. این مدل میشه ALE 323 و 623. این مدل میشه AB 323 و برای ببینید یه چیزی هم بهتون بگم. علی داره کارگاه طلا میزنه، یعنی الان خورده فروشی طلا رو داره کارگاه طلا میزنه. یه سری چیز ترازو لازم داره که 6 صفرن. 6 صفر یعنی چی؟ یعنی بعد از ممیز اینا رو گرمه، بعد از ممیز 5 تا صفر میخوره. یعنی یک گرم و نگاه ببین چقدر، یعنی هوا نباید رد و بدل بشه بالای سر اون ترازو. چقدر جالبی. این محفظه دقیقا به خاطر اینه که هوا رد و بدل نشه. برای آبکاری اینا چیه اسمش؟ یا بوته گرافیتی. بوته گرافیتی برای ذوب القایی، نه برای آبکاری. اینا هم که سر متس واسه CNC هست. چقدر زیبا واقعا. اصلا
حتی 1% هم نمیفهمم داری چی میگی. چقدر خوبه، عاشق اینجا. ایشون داره جوشکاری طلا انجام میده. خب نگاه کنید. خب شما ساکن باشید. نه منظورم در علی نظر در مورد این نمایشگاه چی بوده تا حالا؟ سطحش بالاست. سطح بالاست، کیفیت بالاست، کار درسته؟ از ترکیه و چین و اون یارو ترکیه یه رو دیدی؟ آرکاداش میخواست چیکار کنه؟ آرکاداش میخواست یه دستگاهی که ایرانیا دارن، دستگاه لیزری که همه ایرانیا دارن و با قیمت 5 برابر فرو کنه. بعد گفتیم خب خدمات چی داری؟ گفت خدمات دیگه نه، ما فقط فرو میکنیم، خدمات نمید. میره دیگه که انشالله 3-4 سال دیگه که اومدیم ایران، اگه اونجا مشکل خورده و دستگاه بیا اونجا بازم ما خدمات نداریم. آقا یه چیز دیگه که متوجه شدم با این که این نمایشگاه اصفهانه، طرف از جاهای دیگه اومده ولی اصلا کیفیت و کاری که اسپانیا دارن انجام میدن هنوز بهش نرسید. واقعا خداییش از لحاظ صنعت بچه‌ها واقعا یکی از خفن‌ترین شهرهای، یکی از یعنی واقعا از 3 تا شهر برتر ایرانه. خیال تخت ما یه جایی داریم اینجا به نام شاپور. شما هر کاری که بخوای بکنی، فکر کنم شاتل فضایی هم که بخوای بسازی، یه اوستایی وایساده اونجا میگه عزیز چی کار میکنی؟ به چاتی بیا اینجا برات درست کنم، اینجا یاد باشون بازی میکنم، اینجا یاد باشون هواپیما درست میکنم. شاتل فضایی. طرف داره نگاه میکنه فکر دیوونم. نگاه اون چیزه بود که بهتون گفتم که سه‌بعدیه، پرینتر سه‌بعدیه، اینو به صورت حالا همون رزینی که هست میذارن تو اون گچه، تو اون قالب گچی. این دستگاه وکیومش میکنه و طلا رو میکشه توی قالب و به خاطر حرارت خیلی 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 بالایی که داره اون رزینه آب میشه و کلا ناپدید میشه و شما اینو تحویل میگیری. وقتی اینو تحویل میگیری دیگه اینو فقط کافیه که اینا رو ببری. بعد ظرافتش خیلیه، جالبش اینه که ظرافتش خیلیه. اینو من دیدم واقعا تعجب کردم. هیچ میدونستین که روی همون موم یا همون رزینی که با پرینتر سه‌بعدی گرفتن این نگینا رو کار میکنن. خب بعد وقتی که تو قالب میذارن اینا بدونه که کار دست باشه یه جا روی کل این حلقه ها میاد. خیلی جالبه این قضیهش، خیلی جالبه. یعنی اصلا اینا با اینکه این همه ظرافت داره اصلا کار دست نیست، روی قالب کار شده و اینا یه تیکه اینجوری بیرون میاد با اینکه اینقدر نگیناش ظریفه. خیلی جالب بود. اینا میدونید چیه؟ اینا برای ذوبه. نگاه کنید الان 1 کیلویی، این مال 3 کیلوییه. طلا رو می‌ریزن داخل اینجا، میذارن اینجا، البته خب با یه انبار مخصوصه. بعد براشون ذوبش میکنه. حدودا 7 دقیقه 8 دقیقه طول میکشه. بعد اینم خیلی مهمه که اصلی باشه یا نه. اینا ایتالیاییه. همیشه ایتالیا و آلمان و فرانسه، این البته ایتالیا بیشتر برای ذوب همیشه دستگاه داشته. خیلی جالبه. اینو واقعا لذت بردم. با اینکه خیلی خسته شدم. رفیقم می‌خواست خرید کنه، علی جان می‌خواست خرید کنه و حدود 3 ساعته که داریم فقط راه میریم. ولی بالاخره از آقای کلانتری اینجا خریدش انجام داد. کلانتری میگن توی ذوب القایی خیلی ما تعریفش رو زیاد شنیدیم. توی کلا کشور خیلی تعریفش رو میکنن. همونجور که گفتم پرچم اسپانیا توی صنعت واقعا بالاست. خیلی عالی. نمایشگاه خیلی خوب بوده. انقدر عالی بوده که ما برداشتیم به یه بنده خدایی که توی غرفه بوده 2 تا شماره حساب داده، نزدیک 300 میلیون پولی آقا براش زده و چیز خاصی هم نه، حتی فاکتور هم نگرفتیم. خیلی داره خوش میگذره، خیلی خوبه. از طرز خریدش خوشم میاد. منم خیلی دوست دارم اینجوری خرید کنم، فقط من انقدر پول ندارم که این بدم. ما یه بار آمدیم 3 ساعت و نیمه داریم راه میریم. خب خیلی داره خوش میگذره. وای
شما چقدر گناه دارید که نیومدین یه همچین نمایشگاهی. فوق العاده است. علی دوباره داره خرید میکنه. دنبال محتوا که نبودید تو این بلاگ چقدر شد؟ قیمت کاملش کامل نداری بیانه بزنی که قیمت دقیقش معلوم بشه. آره اون تخفیفی که میخوام بهتون بدم و بعد خودشون موافق کنم که چقدر میشه. شما هم هستی؟ چی؟ شما هم هستی؟ الان از قول گرفتی؟ نه این بلاگ چیزه یوتیوبه. شرکت زربایی که از بهترین شرکت‌ها تو زمینه اعلام نرخ و بله. من هرچی طلا فروشه توی کانال منه و ازتون میخوام که هرچه سریعتر برای بهبود کار خودتون با شرکت ضربه ها حتما همکاری رو داشته باشید. بهترین تابلوهای خرید و فروش طلا، اعلام نرخ، مظنه و از این صحبت ها. آشنای تخصصی بانک ملی همه شما هم می‌فرستن. چقدر شد سلام؟ خستم مثل اون دختری که اومده بود با نومزدش اینجا خرید کنه اما فقط یه مش دستگاه مفتول و پرس و این چیزا دیده. اینجا فقط طراحی ها رو نشون میدن، اصلا کاری به فروش اینا ندارن. اگر فروش اینا کسی بخواد فقط جا اسکن میکنه و میره توی فروشگاهاشون خرید میکنه. ولی خب جالب بود، همه چیز داشت. یعنی اینجا از شیشه ضد گلوله توی این نمایشگاه بوده تا نمیدونم سنگ های قیمتی، پایگاه خبری طلا، مثلا نمیدونم حسابداری و اینا مخصوص طلا. نگاه کنید مثلا این سنگ رو نگاه کنید چقدر خفنه. دفعه چهارمیه که علی رو گم میکنم، یعنی نمیدونم من اونو گم میکنم یا اون منو گم میکنه. بعد هر سری زنگ میزنه میگه آسمان نگاه بکن من زیر بیچارم، من زیر سیچارم، آسمان نگاه بکن. حالا داریم آسمان رو نگاه میکنیم و اصلا سی نداریم. میگه بیا زیر سیچار. سی پیداش کردم. خب یه گروهی هست که خب این گروه تولیدی یکی از معروف ترین هست توی ایران. تولیداتش هم خیلی باحاله. شرکتی دیگه پیوژن فکر کنم همه بشناسن اگه علی پهند و میزان درک هنری از کلا فضا صفر، هوش صفر، مقداری که باش لذت میبری وقتی که داری تاب میخوری 100. نمیفهم چرا. نگاه خدا وکیلی عالیه عالی. علی من به خاطر تو طلا دیدم، تا حالا طلا ندیده بودم. کدوم خیلی دوست داری بخوام عزیزم. آقا اینم خوشم اومد، ورودیش خیلی خوبه. علی رو گم کردیم. این عکاسشون شبیه آمریکایی هست.
آره آره محمد دهنت سرویس. محمد تولدت هم پیش بیک آخرو بوده. آره انجام یادش بود. خواهش می‌کنم. من تازه عکس گرفتم بخاطر همون نمی‌تونم صحبت کنم. محمد تو خود منو می‌شناسی. آقا مواظب زیباییتون. یه فکر میکنه که عکسه ولی فیلمه. قربونت عزیزم دوست دارم. چی کارت کنم؟ دوست داری؟ چرا اینجوری کنم؟ دیگه گاهی وقتا اینجوری پیش میاد. دوست دارم. دست بلند کن. دیدی؟ دوستم بود. خداحافظ. Lucky Modell.